امروز درس های ما و شما از کتابی که ما الکی از این کتاب یک چند درس را گرفتیم، آنچه که مسلمان نباید از آن ناآگاه بماند. آنچه که مسلمان نباید از آن ناآگاه بماند است که در این موضوع ما صحبت های در درس های گذشته داشتیم و اخیراً درس هایی که ما صحبت کرده بودیم از این کتاب مسئله نماز عید قربان و عید رمضان بود و امروز با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی از این کتاب مبارک آنچه که مسلمان نباید از آن ناآگاه بماند در بیان نمازهای دیگری نافله سخنرانی خواهیم کرد. نمازهای نافله، نمازهایی که خواندن آنها سنت مستحب هستند را بر شما خلاصه کرده از روی این کتاب بیان خواهم نمود. بسم الله. و اولین نمازی که در اینجا ذکر یا داوری می شود در این کتاب این نماز تحیه مسجد است. نماز تحیه مسجد. پس نماز تحیه مسجد چگونه نماز است؟ نماز تحیه مسجد نماز است که هنگامی که انسان داخل مسجد می گردد باید 2 رکعت نماز بخواند. یعنی باید در ورود شدن به مسجدها از جمله مسجد الحرام باشد یا که مسجد نبی باشد و هر مسجدی که باشد انسان اراده داخل شدن آن مسجد رو می نماید و داخل می گردد، در این حالت است که باید انسان 2 رکعت نماز بگذارد. 2 رکعت نماز تحیه مسجد بگذارد. بارک الله فیکم. فقط با استثناء یک حالت که این اگر انسان از برای حج یا که عمره برود، در آنجا اولین کاری که انجام می‌دهد باید طواف در اطراف کعبه را نماید. در اطراف کعبه طواف نماید، نه نماز. بجز این دیگر در تمام مواردها اگر انسان داخل مسجد بگردد حتما 2 رکعت تحیه مسجد را می‌گذارد، چی حالت‌های نهی باشد چی حالت‌های جایز روا باشد. حتی در روز جمعه هم اگر انسان داخل مسجد گشت که این مورد را ما در بیان احکام نماز جمعه گفتگو کرده بودیم، در این حالت هم انسان داخل مسجد شد، اگر چند هم امام موریدی مشغول خطبه هم باشد 2 رکعت نماز میگذارد. این را نماز تحیه مسجد میگویند. خوب است که انسان این 2 رکعت نماز را سبک با آرامش دل بگذارد، سپس بنشیند منتظر هر نمازی که هست باشد. با ذکر یاد الله سبحانه و تعالی را این نماز را نماز تحیه مسجد میگویند. سپس قسم دیگری از نمازها نماز طواف میگویند. نماز طواف این چگونه نماز است؟ پس از هر 7 شوط میگویند طواف. هنگامی که انسان در کعبه در حج از برای حج و عمره می رود، پس از آن که در اطراف کعبه شوط یعنی طواف میکند دور میزند، سپس بعد اتمام این برای وی سنت است، مستحب و خوب است که 2 رکعت از نماز بگذارد که در رکعت اول می تواند بعد سوره فاتحه سوره کافرون را بگذارد و در رکعت دوم بعد سوره فاتحه سوره اخلاص را بخواند. و بهتر است که در پیش مقام ابراهیم که یک مکانی هست در نزد کعبه، مقام ابراهیم میگویند، در نزد آن این 2 رکعت نماز را بگذارد اگر توان آن را داشته باشد. اما اگر توان آن را ندارد و امکان پذیر نیست، در هر جای از کعبه نزد آن در مسجد الحرام می تواند 2 رکعت نماز را ادا نماید. بارک الله فیکم. این از قسمت دومی از نمازهایی که باید انسان از اینها آگاه باشد و نباید انسان از این مسائل ناآگاه بگردد. سپس نماز دیگر از قسمت نمازهایی که باید انسان آن نمازها را بگذارد، این را نماز استخاره میگویند. نماز استخاره الکی که شما از این گونه نمازها با خبر هم هستید، اما ما موافق و معیار این کتاب میتوانیم که این کتاب را به اتمام برسونیم ان شاء الله و الکی ما در این قسمت نمازها قرار داریم که باید اینها را بخونیم و به سمع شما این برسونیم و شما هم امیدوار هستیم که باذن الله تعالی با اینها را با دیگران میفرستید و با دیگران نفع میرسانید. نماز استخاره. نماز استخاره چگونه نماز است؟ اگر آدمی زاد انسان به کار حلال یعنی مباح دوچار بگردد یا که شامل یک کار حلال یا که مباح بگردد، پس برای او انسان لازم است که 2 رکعت نماز بگذارد و برای خواست خود دعا کند. آن چیزی که میخواهد و بر آن چیزی که بر آن مقصدی که میخواهد برسد 2 رکعت نماز میگذارد. و بیان این که 2 نماز استخاره برای نماز حاجت هم این رو میگویند. آن حاجتی که داری آن رو برآورده کردن با خواست الله سبحانه و تعالی. حدیث جابر است، جابر ابن عبدالله رضی الله عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما اصول استخاره را در همه
عمل و کارمان همان طور که سوره های قرآن را می آموزانید تعلیم میداد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر صحابگان کرام چگونه که انسان قرآن خوانی را یاد میگیرد انا همین گونه بر آنها نماز استخاره را تعلیم میداد و فرمود که اگر یکی از شما با امر گرفتار شود، یگان کار گرفتار شود، یگان فکر گرفتار شود، در این حالت باید 2 رکعت نماز بگذارد، نماز بخواند و سپس دعا کند. چگونه که جابر ابن عبدالله رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه کار استخاره کردن را مانند سوره از قرآن به ما می آموزانید و می فهمانید. هرگاه یکی از شما قصد انجام کار را بکند، هر کسی از خواهران و برادران هر کاری که بر وی پیش می آید و در وی در انتخاب وی دو دله می شود یا که دو دلگی پیدا می شود، باید 2 رکعت نماز استخاره بخواند و دعا کند. برای همین میفرماید در اینجا که هرگاه اگر یکی از شما قصد انجام کار را کند، 2 رکعت نماز غیر از نمازهای فرضی میخواند و سپس میگوید یک دعای مشهور و معروف است که این دعا را ما الکی بارها بر شما فرستانده بودیم. اینه که این دعای استخاره را سپس باید بخواند. بعد آن که نماز خواند، نماز را به اتمام رسانید و بعد این انا همین دعایی که من برای شما میگویم و به اذن الله تعالی ترجمه اش میکنم، این دعا را باید بخواند. میگوید بعد نماز را خواندن: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر تعلم ولا أعلم أنك علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خيرا حيث كان ثم ردني به. أنا همین دعایی که من خواندم این دعا را میگوید بعد نماز و ترجمه این دعا: اللهم اینی استخیرک بعلمک، پروردگار من با علم تو به تو طلب خیر میکنم، از تو طلب خیر میکنم، و استقدیرک بقدرتک، و با قدرت تو از تو طلب قدرت میکنم، و اسالک من فضلک العظیم، و از تو میخواهم بقدرتک العظیم، با آن قدرت عظیمی که تو، آن بزرگی که داری. فانک تقدر ولا اقدر، پروردگارا فضل تو را میخواهم به درستی که تو قادر و توانا هستی و من بیچاره هستم، توان ندارم. تعلم ولا اعلم، پروردگار تو میدانی، تو داننده هستی و من نادان هستم. انت علام الغیوب، پروردگار تو داننده غیب هستی. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، سپس میگویی پروردگارا اگر میدونی که این کار، یعنی همون حاجت خود رو میگویی، همون چیزی که برای تو پیش گذشته است، پیش اومده است، آن حاجت رو میگویی، برای من خیر باشد و نیک باشد، پس آن رو برایم مقدر ساز و آسان بگردان و سپس در آن کار من برکت را ارزانی فرما. اگر این کار در دین دنیای من و عاقبت امر من خوب باشد، فقدره لی، برای من این رو آسان بگردان و در تقدیرم کتاباتش نما. ثم بارک لی فی، و سپس پروردگار در این کار من آن رو برای من برکت عطا فرما، در این قصد مقصدی که کردم. و سپس میگویی و ان کنت تعلم ان هذا امر شر لی، پروردگارا تو اگر که بدونی که این امر برای من بد است، در دینم، در حیاتم، در عاقبت امرم، فاصرف عنی، پروردگار آن رو از من دور بساز، واصرفنی عنه، و پروردگار من رو از این کار دور بساز، واقدر لی خیرا حیث کان، پروردگار آن خیری که برای من در هر جا که باشد برای من کتابت نما. ثم ردنی بی، و سپس پروردگار من رو با آن کار خوشحال بساز و راضی بگردان. این از دعای استخاره. انسان هنگامی که کاری برای وی پیش می آید و نمی تواند که این کار برای وی خوب است یا که بد است یا که نیک است، هر چی باشد، انا همین دعا رو باید انسان بنماید. این رو نماز استخاره میگویند. پس از نماز استخاره آدم با کار خود ادامه میدهد، یعنی که آن کاری که باید تلاش نماید با آن برسد، هر کاری که باشد، چه کار ازدواج باشد، چه کار تجارت باشد، چه کار سفر بر دیار و شهر باشد و هر کاری که باشد، پس از نماز استخاره آدم با کار خود ادامه میدهد و منتظر آرزوها یا که چیزهای دیگری هم قرار نمیگیره. باید با اجرای این کار تلاش نماید. بعد توکل به الله سبحانه و تعالی و میتواند نماز را چندین مرتبه هم بخواند، تکرار آن را بخواند، براش اشکال ندارد و تلاش نماید که در وقتهایی که دعا قبول میشوند به مانند آخر شب وقتی اجابت دعا که هست، در اینجا این 2 رکعت نماز را
بخواند و دعا کند. نماز استخاره میتواند در وقتهایی که منع شده هست در این وقتها هم بگذاردش. اگر کاری برای پیش آید، اگر سراسیمه باشد، احتمالاً این کار از دست رود، در این حال در حال 2 رکعت نماز استخاره میخواند، پس از پی کارش میگردد. اگر برایش آسان شد، پس بداند که این برای وی خوشحالی است و الله سبحانه و تعالی برای وی این را خواسته است. اگر این کار برای وی میسر نشد، پس بداند که این کارم برای وی خوب است و نیکو است. این را نماز استخاره میگویند. سپس بعد این قسمت دیگری از نمازی که ما برای شمایان باید بیان کنیم، این نماز خسوف میگویند. نماز خسوف نماز است که هنگامی که آفتاب یا ماه گرفته شود که این به سبب گناهان بندگان هم کار به وقوع میافتد. در این حالت است که انسان باید 2 رکعت نماز را بگذارد. نماز خسوف وقتی خوانده می شود که خسوف یعنی که گرفتن آفتاب و ماهتاب قرار بگیرد. برای آن نماز با جماعت ادا می گردد. نماز در مسجد یا که در هر جایی که جامع باشد 2 رکعت نماز گذاشته می شود و در هر رکعت این نماز کسوف و خسوف 2 رکوع وجود دارد. این از نماز عادی و طبیعی که ما میخونیم فرق دارد، چون در هر رکعت این 2 رکوع قرار دارد. نماز با تکبیر تحریمه الله اکبر که میگوییم این رو تکبیر تحریمه میگویند، یعنی تکبیر است که انسان را همه چیز رو برای انسان حرام میگرداند. با این تحریمه این نماز خسوف یا که هر نماز دیگر شروع و آغاز مییابد. سپس سوره فاتحه رو میخونی، بعد تکبیر تحریمه سوره فاتحه رو میخونی، بعد رکوع میکنی، در رکوع ذکر یاد الله سبحانه و تعالی رو می‌نمایی و بعد برمیخیزد، از رکوع برمیخیزی، از رکوع که برخیزی سوره فاتحه رو میخونی، بعد دوباره بر رکوع میروی. اینکه 2 رکوع گفتیم، دوباره بر رکوع میروی، از رکوع سپس برمیخیزی و سپس به سجده میروی. و رکعت دوم هم همین گونه سوره فاتحه رو میخونی، رکوع میکنی، از رکوع برمیخیزی، سوره فاتحه رو میخونی، رکوع میکنی، با از رکوع برمیخیزی، سپس بر سجده میروی. و سنت است که این نماز بلند خوانده شود، نماز بلند خوانده شود و این نماز دراز خوانده شود. یعنی که بعد سوره فاتحه زمین سوره‌ای که می‌نمایی دراز این سوره نمایی، سوره‌های دراز بخونی تا آن دمی که این کسوف و خسوف گرفتن آفتاب ماهتاب از بین برود، دور شود. بارک الله فیکم. و همچنین در این نماز خسوف یا کسوف سنت است که پس از نماز یک خطبه گذارنده شود، یک خطبه کرده شود، خطبه‌ای که در برگیرنده مسائل جامع مردم باشد، تقوای الهی، پرهیزگاری از گناه و معصیت دور بودن و دیگر مسئله ها در این خطبه گفته شود. اگر کسی این نماز را نتوانست بگذارد، از وقتش دیر کرد، خود میتواند بخواند، خود میتونه این نماز را بخواند، یا که یک چند نفر جمع شده این نماز خسوف یا که کسوف را بگذارند. این را نماز کسوف و خسوف میگویند هنگامی که آفتاب یا که ماه گرفته میشود. بارک الله فیکم. دیگر از نمازهای قسمت نماز این نماز استسقا هست. نماز استسقا، نماز استسقا نماز طلب باران کردن. نماز استسقا برای درخواست باران در نمازگاه مصلی میگویند نمازگاه در یک میدان سنت است که مردم ببرایند جمع شوند با همراهی امام 2 رکعت از نماز بگذارند و این نماز هم بلند خوانده می شود، چی شب و چی روز باشد، مانند نمازهای عید و کسوف و خسوف گفتیم. و نماز با خطبه که پیش از نماز انجام می‌یابد صورت میگیرد، مثل نماز جمعه. پیش از نماز استسقا طلب باران خطبه کرده می شود که این خطبه در برگیرنده همچنین تقوای الهی، پرهیزگاری، دور از گناه و معصیت و شکر نعمت الهی را کردن و سپاسگزاری او الله سبحانه و تعالی را با طاعت عبادت نمودن باید موعظه شود. برای همین گفتن علما که خوب است که باید این خطبه پیش از نماز گذاشته شود. و دعا کردن و درخواست طلب باران، دست بر دعا برداشتن در این نماز از الله سبحانه و تعالی آسانی را طلب کردن تا اینکه این مشکلی که بر بالای هر امت هر ملت است این برطرف شود و این خشکی از بین برود. و امام در این حالت در این نماز پس از دعا یا که هنگام دعا ریدایش را تغییر می‌دهد، یعنی ریدایش را باید چپنه بپوشد، لباسش را چپه بپوشد و مردم خود را همچنین لباس را آنها میگن بپوشند و تلاش می‌نمایند که با بیچاره حالی، با فروتنی به درگاه الله سبحانه و تعالی باز بگردند و از او سبحانه و تعالی طلب مغفرت نمایند
و طلب باران نمایند که الله سبحانه و تعالی این قحطی و این خشکی که بر بالای هر مردمی آمده است از بین ببرد. بارک الله فیکم. و در اینجا چگونه گفتن دعا کرده می شود. دعای انهمی آسانی که گفتیم کرده می شود. در اینجا دستی بر دعا برداشته می شود. هم امام هم مردم دستی بر دعا می بردارند و از پروردگار این آسانی را می خوانند. این را نماز استسقا می گویند. سپس نماز جنازه دیگری از نمازهایی که باید انسان از این نمازها با خبر باشد بداند نماز جنازه می گویند. نماز جنازه. پس نماز جنازه رکوع و سجده ای ندارد. نماز جنازه رکوع و سجده ای ندارد. بارک الله فیکم. بلکه آن 4 تکبیر دارد. 4 تکبیر دارد. در تکبیر اول امام مأمومین دستان خود را میبردارند. در همه رکعت ها اشکال ندارد، سنت است. دست ها برداشته می شود. پس از آن هنگامی که تکبیر تحریمه را گفتی سوره فاتحه خوانده می شود. سوره فاتحه خوانده می شود. در اینجا دعای استفتاح که است سبحانك اللهم خوانده نمی شود. در حال بعد سوره فاتحه در این نماز جمعه تو بعد تکبیر سوره فاتحه رو میخونی. سوره فاتحه رو که به اتمام رسانیدی دوم تکبیر رو میگویی، الله اکبر دوم رو میگویی. و در این هنگامی که الله اکبر تکبیر دوم رو گفتی صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرستی. صلواتی که ما در تشهد میخونیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد تا آخر، اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد تا آخر. این دعاها رو میکنی در تکبیر دوم. هنگامی که تکبیر سوم گفته میشود در حق میت دعا میکنی، هر دعایی که باشد. خوب است که دعاهای وارثه رو نمایی. اگر ندونی هر دعایی که باشه در حق میت دعا میکنی. پروردگار مغفرتش نما، عفوش نما، گناهش رو بیامرز، قبرش رو واسع بگردان، سؤال منکر نکر آسانش بنما. این دعاها رو میکنی و در تکبیر چهارم دعا در حق خود و در حق تمام مردم میکنی. در حق خود در حق تمام مردم دعا میکنی و این دعا رو بلند نمیکنی، دعا رو دعا پست خود نمیشود. بارک الله فیکم. پس امام یک مرتبه سلام میدهد. ان همین نماز جنازه یک سلام دارد، یک طرف سلام میدهی. این اساس از سنت است. اما دو طرف هم سلام دادن اشکال ندارد. دو طرف هم سلام دادن در این نماز جنازه اشکال هم ندارد. اما اساس یک طرف به طرف راست سلام داده شود. اما اگر کسی نماز جماعه را گم کرد، دیر کرد، نرسید به یگام سبب های، پس میتواند نماز جنازه را بخواند، چی در سر قبر باشد چی در همون حالت باشد. یا کسی که نماز جنازه را یگام تکبیراتش را دیر کرد، مثلا تو به نماز جنازه حاضر شدی، یک تکبیر یا دو تکبیر را دیر کردی، هنگامی که امام سلام میدهد تو سلام نمیدهی بلکه وی را کامل کرده سپس سلام میدهی. و میشود همچنین چگونه گفتیم این نماز جنازه را بعد دفن میت که در قبر گرانده شد در نزد قبر آن خوانده شود. و همچنین برای شخصی که اصلا حضور ندارد، یک انسان در یک دیار وفات کرد که بر وی نماز نخواندند، نماز خوانده نشد بر وی، میشود که مردم جمع شود نماز غایب میگویند، جنازه غایب، کسی که وجود ندارد وی مرده نیست. یگان کسی که مثلا وی رو در یگان کوه و دشت گم شد دیگر گرگا خوردنش الله ما را حفظ کند، یا اینکه در یگان دریای غرق شد دیگر پیدا نشد جسد وی، برای وی جنازه غایب خوانده میشود، مردم جمع میشوند برای وی ان همین گونه نماز رو جنازه رو میخوانند. بارک الله فیکم. اما اگر کسی در یگام دیاری وفات کرد، اگر در آنجا مسلمان ها بودند و جنازه وی را خواندند، دیگر شرط نیست که در هر جایی که باشد بر وی جنازه خوانده شود. این است مسئله نماز جنازه. سپس قسمت نماز دیگری که ما باید از این با خبر باشه نماز مسافر است. نماز مسافر برای مسافر ممکن است که نمازهای 4 رکعته را 2 رکعت ادا نماید، به مثل ظهر، عصر و شام و خفتن. این 3 رکعت را 2 رکعت ادا نمایی و نمازهای سنت را بجز نماز سنت بامداد و ویتر نمیگذاری. و کسی که در مسافرت هست باید مقدار 80 کیلومتر از خانه خود را ترک نماید. مثلا انسان به یک شهر دیگری میخواهد سفر بر شود و این مسافت از زیاده از 80 کیلومتر در بر میگیرد. در این حالت برای انسان جایز و روا میگردد که از هنگامی که از دروازه شهر خود دور شد پس باید مسافر حساب داده میشود و میتواند نمازهای خود را همین نمازهای 4 رکعته که ذکر نمودیم آنها را 2 رکعتی بگذارد. این برای آسانی است، برای آسانی امت است و این یک تخفیفی هست از جانب الله سبحانه و تعالی بر بندگانش. ما ان شاء الله که کتاب فقه میسر که ما در دست داریم همچنین از او کتاب در وقتایی معینه که هست از او کتاب باذن الله تعالی همه اینها رو با مفصل تر با نیکوتر برای شما بیان می‌نماییم. اما در این کتابی که ما گرفتیم در این کتاب همه خیلی مختصر است برای شما بیان می‌نماییم تا که شما یک معلومات مفید بگیرید که نام این کتاب چی بود، آن چی هر یک
مسلمان نباید از آن ناآگاه بماند، از این باخبر بشوید. پس این نماز مسافر هنگامی که انسان 80 کیلومتر را طی نمود از دروازه شهر خود برآمد، میتواند نماز را قصر بخواند، کوتاه بخواند. برایش این جایز است، باید کوتاه بخواند، چون این یک هدیه است از جانب پروردگار، باید قبول کرده شود، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند. و همچنین برای شخص مسافر جایز است که دو نماز را با همدیگر جمع نمایده بخواند. مثلا تو در سفر هستی، در راه هستی، تو می توانی نماز پیشین رو با عصر در پیشین یا که در عصر جمع کرده بخونی. مثلا تو در سفر هستی، برآمدی از خانه در ماشین، تو میدونی که در نماز شام در آنجا میرسی، تو می توانی در حالت در نماز پیشین تو پیشین رو با عصر یک رو جمع کرده، دو رکعت خوانده، بعد سپس باز راحتات ادامه بدهی. یا که نماز شام رو با خفتن میتوانی که جمع و قصر کرده بگذاری. نه تنها در این، میتونی که حالتهای بیماری از دیگر حالتهایی که هست، اینها در آینده برای شما بیان کرده می شود. انسان این گونه رخصت ها را دارد، باید شما این چیزا را بفهمید و بدانید. و همچنین شخص مسافر میتواند نمازهای ظهر و عصر، مغرب و عشا را جمع کنه. چون گفتیم نماز ظهر پیش نمیگن، عصر، مغرب، شام، عشا، خفتن رو میگن. اینها را تو جمع نمایی. برای مسافر این رخصت هم هست، چی در حالت مسافرت باشد، چی در حالت بارانگری شدید باشد، چی در حالت سختی خنوکی شدید باشد، می توانی اینها را با جماعت در مسجد ادا نمایی، سپس بر نماز جماعت حاضر نشوی. این حالت را با در فقه میسر با واسطه روشن‌تر برای شمایان ان شاء الله که ذکر و یادآوری می‌نماییم. سپس سنت ها دیگر از قسمت نمازهایی که هست، سنت هایی که در 5 وقت نماز انسان آنها را ادا می‌نماید. و مثل نماز پیش از فجر، 2 رکعت نماز پیش از فجر که انسان پیش از صبح که انسان میخواند، این 2 رکعت نماز تخفیف سبک خونده می شود. در رکعت اول بعد سوره فاتحه سوره کافرون خونده می شود، در رکعت دوم بعد سوره فاتحه سوره اخلاص خونده می شود. سبک. رسول الله صلی الله علیه و سلم این نماز سنت بامداد رو سبک میخوانند، چون که از عایشه رضی الله عنها این چیز روایت شدگی هست که رسول الله این 2 رکعت نماز رو به نهایت سبک میخوندن. میگن حتی من فکر میکردم که شاید سوره فاتحه رو هم نخونده باشن. نماز سنت بامداد انا همه گونه سبک خونده شود. سبک به این معنی نه که تیز خونده شود، یکی سوره های کوتاه خونده شود. بارک الله فیکم. این از سنتی که به هیچ وجه باید ترک نگردد، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم این 2 رکعت سنت نماز بامداد رو که پیش از نماز فرضی خوانده می شود، این رو حتی در سفر هم ترک نمیکردن. اگر با سببها در خواب ماندنش یکم دیگر نماز سنت بامداد رو اگر نخوند، بعد نماز فرضی هم میتواند بخوندش، برای جایز است. بارک الله فیک. سپس سنت های نماز پیشین که پیش از پیشین 2 رکعت یا 4 رکعت و بعد آن 2 رکعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. 2 رکعت پیش از نماز ظهر یعنی و 2 رکعت بعد نماز ظهر باید انسان بخواند، یا 4 رکعت پیش از نماز ظهر و 2 رکعت بعد آن باید ادا نماید. این سنت های هستند که انسان باید اینها را ادا نماید. و این سنت هایی که ما بیان کردن، اینها سبب کامل شدن ناقصی های نمازهای فرضی بندگان میگردد و در روز قیامت الله سبحانه و تعالی هنگامی که بندگان را اولین که حساب کتاب است از نماز است میپرسد، در اینجا میگوید هنگامی که نامه اعمال بندگان کم میتابد، کم میشود به خاطر آن ناقصی هایی که در نمازهای فرض داشتند، میگوید با بنده هم نظر نمایید. انظروا الی عبد، میگوید نظر نمایید، هل له من تطوع، آیا از برای و یگام نمازهای نافله و سنتی هست؟ اگر باشد کامل کرده می شود و انسان نجات می‌یابد. برای همین این سنت ها باید ترک نگردند. اما ترک این سنت ها گناه و معصیت نیست. ترک این سنت ها گناه و معصیت نیست. و انسان میتواند بین آنها تسلیم دهد، سلام بدهد. یعنی 2 رکعت نماز میخونی سلام بدهی، سپس 2 رکعت نماز میخونی سلام بدهی. این سنت هایی که 4 رکعت هست، این است آن سنتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. چون رسول الله در حدیث فرموده که صلات اللیل و نهار مثنی، نماز شب و روز 2 رکعت خوانده می شود. انا همین گونه نماز باید خوانده شود. بارک الله فیکم، الله خیرتون دهد. سپس دیگری از قسمت های نماز 4 رکعت سنت پیش از نماز عصر. این هم سنت ها است، امر مستحب است اگر این رو انسان انجام میدهد. پیش از نماز عصر 4 رکعت سنت را خواندن، 2 رکعت. یا اینکه پیش از نماز شام بعد اذان یا که بعد هر اذان 2 رکعت نماز خواندن، اینم امر مستحب و سنت است.
یا بعد نماز شام 2 رکعت خواندن که این رو همگی میدونیم اینم امر مستحب است، یا پس از نماز خفتن 2 رکعت نماز دیگری خواندن سنت است. اینا نمازهای سنتی هستند که انسان باید اینها را انجام بدهد. بارک الله فیکم. سپس نمازهای اختیاری هست، نمازهای سنتی دیگر اختیاری است. این نمازهایی که از ما صحبت کردیم اینا نمازهای سنت‌های تأکیدی، تأکید شده مؤکده با نام سنت مؤکده معروف و مشهور هستند در بین ما و شمایان. ترک اینا گفتیم گناه معصیت نیست، نه که انجام دادن اینا این فضیلت است. سپس نمازهای دیگری که باید انسان در هر شبانه روز ادا نماید نمازهای اختیاری. قیام لیل میگویم، نماز تهجد، نماز شب یا که نماز ویتر، همه اینها پس از نماز خفتن، پس از ادای نماز خفتن شروع میگردند تا دمیدن صبح، تا نزدیکی بامداد باید این نمازها ادا بگردد و بهترین وقت این نماز قیام لیل، نماز تهجد، نماز شب 3 شب آخر است. شب رو 3 قسم کرده، آخر شب رو میگیری، قسم آخر شب رو میگیری. این بهترین حالت است، نیکوترین حالت است که در این وقت الله سبحانه و تعالی بر آسمان زمین فرموده میگه یا آیا یگام طلب کننده چیزی هست که از من طلب نماید؟ آیا یگام استغفار کننده هست که من گناه او را بیامرزم؟ بنده بر الله نزدیک میشود. و کمترین این نماز قیام لیل، نماز شب یا که نماز تهجد 2 رکعت است، 2 رکعت است و بهترین آن 8 یا که 10 یا که 12 رکعت است. و این نماز شب 2 رکعت ادا میگردد. 2 رکعت میخونی نماز، سپس سلام میدهی، 2 رکعت میخونی، سپس سلام میدهی، بعد سوره فاتحه البته که زمین سوره میکنی. اگر زمین سوره هم نکردی جایز برای است. در اینجا باز نماز ویتر هست. ویتر طاق را میگویند که نماز ویتر با شکل‌های گوناگون خوانده میشود. میتواند انسان نماز ویتر را 1 رکعت بخواند، جایز است، چون رسول الله گفتن که صلات لیل مثنى نماز شب 2 رکعت است. فاذا خشى احدكم الصبح فليصلي ركعتين. اگر کسی از شما ترس خوفی دمیدن صبح نمود 1 رکعت بگذاردش، 1 رکعت خوانده میشود، یا اینکه 3 رکعت خوانده میشود. 3 رکعت خواندن آن با 2 شکل است، یا که 3 رکعت میخواند با 1 اتحیات، نه مثل نماز شام. این درست است، این من شده است از جانب سرور دو جهان و گفتن که شما نماز ویتر را با مثل نماز شب قرار ندهید در حدیثی که مشهور است و همچنین علما این رو مکروه میشمارند، مثل نماز شب خواندن نماز ویتر را 3 رکعت با 1 اتحیات خوانده میشود، یا اینکه 2 رکعت خوانده میشود سپس 1 رکعت خوانده میشود. میشود نماز ویتر 2 رکعت سپس 1 رکعت خوانده میشود، یا اینکه 5 رکعت با 1 اتحیات خوانده شود. اینم جایز است. یا که 7 رکعت یا که 9 رکعت 2 رکعت خوانده 8 رکعت میخونی سپس 1 رکعت نماز ویتر میخونی، یا که 6 رکعت میخونی سپس 3 رکعت ویتر میخونی. نوعهای گوناگون این داره که همه اینها از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که ما دلایل همه این را در سوال جوابی که می شود برای شما بیان کرده بودیم. نماز دوحا میگویند، نماز ضحی میگویند، نماز چاشت و کمترین این نماز چاشت 2 رکعت است و زیادی آن محدودیت ندارد. 4 6 8 رسول الله 8 رکعت میخوندند. و وقتی نماز دوحا، نماز چاشت پس از برآمدن آفتاب، پس از شروع آفتاب، برآمدن آفتاب 15 یا 20 دقیقه بعد شروع می شود تا نزدیکی وقتی نهی که نزدیکی ظهر می شود خوانده می شود. این هم یک از بهترین نمازهایی است که اگر هر کسی این نماز دوحا را ادا نماید برای وی ثواب و ثمره حج که عمره کتابت میگردد. بارک الله فیکم. و همچنین نماز وضو میگوییم، وضو گرفتن، شکر وضو تاجیکا میگویند. نماز دیگری که انسان باید این را ادا نماید شکر وضو هست. هر وقت که انسان وضو گرفت 2 رکعت نماز را ادا نماید. این نمازها سبب خوشبختی و نیکویی بنده در این دنیا میگردد و در آخرت سبب نجات بنده میگردد. و همچنین هنگامی که انسان از خانه بیرون میشود، یگانجا مسافرت منمایی یا که از مسافرت از سفر برمیگردی، 2 رکعت نماز خواندن هم این چی است؟ امری مستحب است، سنت است. و نماز بین اذان و اقامت، بین اذان و اقامت 2 رکعت نماز خواندن هم این از امرهای مستحب است. بارک الله فیکم. این از قسمتی سومی از نمازهای اختیاری که برای شمایان نمازهای قسمت نمازهای مستحب را از سنت‌هایی که مؤکده هستند بیان کردیم و نمازهایی که اختیاری هستند از قیام لیل شروع کرده بیان کردیم و دیگر از قسمت‌های نمازی که در اول موضوع در اول درس صحبت کردیم که این نمازها نمازهای تأکید شده هستند، باید انسان‌ها این نمازها را ادا نماید. قسمت اول نمازهای تأکید شده بودند و قسمت دوم نمازهای سنت بودند و قسمت سوم نمازهای اختیاری بودند که بیان کردیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.